امروز میخوام براتون حمله کنم به صنعت برق اساتید. یه دونه ترانسفورماتور عجیب و غریب داریم شبیه هزار پای استاد با یه گیس خوشگل میاد بازش میکنه، احتمالاً خراب شده. تبلیغ ریزمو ببینیم، سنباده نواری بیاین بخرین. در ادامه کار استاد وقتی پیچا رو باز کرد این بوبینا رو در میاره، معلوم نیست چه بلایی به سر اینا آوردن. اینم چجوری اصلا این چجور ترانسی کنسرواتور نداره؟ استاد مهندس برق میاد با انگشت نشون میده میگه اینجوریه. استاد در ادامه میاد این شمشا و قسمت بوشینگ و تپ چنجر و اینجور چیزا رو باز میکنه که دیگه بریم ببینیم بوبین خراب کدوم اونو تعمیر کنیم. استاد همه رو با یه دونه سیمچین کارو در میاره، کلا ابزار یه دونه سیمچینه. کلا قسمت بالاشو که باز کردیم میرسیم به هسته. یه هسته کاتکل افتاده، این ورقای هسته که از جنس آهن سیلیسه رو باز میکنه، بوبین اولیه رو در میاره. بوبینش هم از نوع دیسکیه که روغن بره اون لا خنک بشه. قسمت خرابو نشون میده، اونجا به فنا رفته. در ادامه استاد سیمپیچ میاد تو میدون عایق و میبنده سر این چیزی که شروع میکنه دیگه سیمپیچی میکنه. چجوری این دورا رو میشمره؟ حالا به هر حال شمرد دیگه، دورا رو که شمرد این دیسکی بود اولش، چجوری این دوباره شد یک پارچه؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ ولی اساتید کارو در میارن. میبنده اونجا و شروع میکنه هسته رو دوباره میپیچه. استاد در ادامه بعد از تعمیرات شروع میکنه اسمبل کردن ترانس و تانکو میارن که دیگه بذارن داخلش کار در بیاد و کیسی رو پس کنن. اساتید روغن رو میارن که بریزن با یه تکنیک خاص. با بدبختی اون طرف یه دونه استاد وایساده با نوشابه که اساتید این طرفو تقویت بکنه. در ادامه دیدن اون تکنیک جواب نمیده، شلنگ آوردن وسط. چیزی از کیوسی ندیدن ولی اساتید پولدار شدن، آماده ترکوندن نیروگاه.